دومین جشنواره فیلم‌های سینمای ایران در مالزی. جشنواره‌ای که با نمایش فیلم سینمایی هناس به کارگردانی حسین دارابی و با حضور بهروز شعیبی بازیگر نقش اول این فیلم در کوالالامپور به طور رسمی آغاز شد. کاری که سینما برای همه ما انجام میده اینه که ما رو با زبان‌های مختلف، با فرهنگ‌های مختلف و ادیان مختلف کنار هم جمع میکنه. فیلم روان، ساده و تاثیرگذار بود و داستان ترور یکی از دانشمندان هسته‌ای ایران رو روایت می‌کرد. نکته جالب برای من این بود که همسرش با روحیه قوی با این موضوع برخورد کرد. فیلمی تاثیرگذار، قوی و پرجاذبه بود. هناس، روایتی متفاوت از زندگی شهید هسته‌ای کشورمان داریوش رضایی نژاد. قدرت اثرگذاریش به قدری بالا بود که افرادی رو، حتی کسانی که کیلومترها با ما فاصله دارن، اینجوری اثر بذاره بهشون. به فیلم‌های منحصر به فرد بزرگان سینمای ایران مانند مجید مجیدی و عباس کیارستمی بسیار علاقه‌مندم. فیلم هناس حسین دارابی هم با استفاده بجا، مؤثر و هماهنگ موسیقی، صدا و حرکت با نفوذ به لایه‌های روح و ذهن بر مخاطب تأثیری عمیق می‌گذارد. چند تا از سینماهامون ظرفیتش تمام پر شده و الان متقاضی هستن که این فیلم مدتش از 10 روز افزایش پیدا کنه. جشنواره دوم در مالزی میزبان فیلم‌های سینمایی هناس، بادیگارد، شیار 143، امروز، حوض نقاشی و بدون قرار قبلیه. فیلم بدون قرار قبلی هم هست که آقای بهروز شعیبی کارگردانش هستن و ورکشاپ‌های متعددی برگزار میشه در طول جشنواره. سینماهای کوالالامپور، پیننگ و پوتراجایا به مدت 10 روز 6 فیلم فاخر سینمایی کشورمون رو روی پرده نقره‌ای به نمایش میگذارن. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.